کارها چه خیل؟ نه اونقدر خوب. چه خیل یعنی؟ در یک روز 14 ساعت کار میکنم. همگی 400 سوم در یک روز. عصبهایم خرابند. این ناحقی است. سلام استیو، سلام و رحمت الله. چه خیل برادر؟ الحمدلله خوبم. کارهایت نه است؟ بله الحمدلله همش خوب. در پناه الله. تو هم. او را میدونی؟ البته میدونم. از مکتب سور کردند. ماشین او را بین، لامبورجینی میروند. چی حسد میبری؟ نه حسد نمیبرم. آخر این ناحقی است. چه خیل یعنی؟ او را از مکتب روندند. من در دانشگاه خوندم طول 6 سال. تا اینکه چی؟ مگم بیرونم؟ آیا ناحقی نیست؟ نمیدونم چرا. والله چیزی را نمیدونم. الله دوستم نمیدارد. این خیل نگو. چه تبریخا هم میگویم. میلش من رفتم تاکسی زنی. احتیاط باش. باز میبینیم. دارایی معنای آن را ندارد که الله تو را دوست می‌دارد. نداری معنای آن را ندارد که الله تو را دوست نمی‌دارد. الله عطا میکند دارایی را به کسی که بخواهد و در کدام وقتی که بخواهد تا که ما را بسنجد. ولی مشکلی در آن است که چه گونه قبول میکنی. اما آدمی چون پروردگارش او را امتحان کند و گرامی داردش و به او نعمت دهد، پس میگوید پروردگاری من مرا گرامی ساخت. و اما چون او را امتحان کند و رزق وی را بر وی تنگ کند، میگوید پروردگاری من مرا خوار کرد. هرگز چنین نیست. شکرانه کن به هر چیزی داشته‌ات و همیشه در خاطر دار داراییت این سنجش است.